آقا سلام علیکم. اومدیم یه ماشین براتون معرفی کنیم. مدلش رو نمیدونم چیه. 0 تا 100 کار رو گرفتیم این ماشین رو جمع کنیم. این از موتورش وحشتناکه. این ماشین هم سنباد پولیش داره و هم صفرشویی. بریم داخلش هم ببینیم چیکار کردن با این ماشین. نگاه کنیم. به نگاه کنیم. این صندلیاش ماشین خوابیده بوده، شیشه نداشته، در نداشته و این وضع ماشین و کثیفش خیلی کثیف. بریم اینورم ببینیم صندوقشو. کثیف دیگه، خیلی دیگه نهایت کثیفی رو دارم بهتون میگم. اینم رخ کنار ماشینه، ببینید هیچ برقی نمیزنه. اینم کثیفی و خاک ماشین. بریم ازش یه خاک ماشین درست کنیم. بیایم جلوی ماشین این در نگاه کنید. یا علی مدد. اینم پایان کار پراید. بریم ببینیم چطور شد این موتورش. الان هم برید بگیریم الان براتون. بریم داخل اول بگیریم. این داخل همون پراید کذایی. ببینید چقدر خوشگل و تمیز شد. این در عقبش هم ببینیم این دریا رو. عالی شد. رنگش هم ببینیم. اینم رنگ ماشین. بریم اونورش هم ببینیم. اینم رنگ ماشین. نگاه کنید. یه براقه. یک عکس هم میگیرم از جلو بگیریمش.